السر في مجارز برخو بدم میوان خواه دکتر مجید هاکی چالکوان سیاسی کن هدی باقی راست راست تبدیم بولتنا مبس لابوريس دکتر مجید دست بکی ده اگر تشمره بحثا داوین پیش هاتین روشالات کردستان و ایران بگشتی بدمه و پیش بچون هری داوید چنه واجبو دیوشون و بو خبات خطی روشالات کردستان جبو لشورش جنجیان آزادی دا هر وقت دیدانن ایرو لزاهدان لسیستان بلوچستان دا پشتی نویجا عینی هزین چکدریا ایران مزدیوتا مسلمان لسیستان بلوچستان دور پیش کنیم ادارک میکن بیده هات نگتن مقابل هم نگدین دار بینه لشوا دنجی لباجار کرجی بنده ها دبیجن بنده ها دراستی دا یک لوان بنده ساخت کردن و پشاندن اتمیه او هاتیه تخواندن مقابل درو جبری لباجار ارومیه سه کس لچاراکین سیاسی هاتن اعدام کردن که همو تمنی وان بن 24 سالی دا بود و هر رسا کسی دنجی لکردستان چند کسی دنجی هاتنا اعدام کردن هر وقت زانن لبی چارچوبه دا دروی ولاد جید هن مشو رشتن هاتنا چی کردن اما که هیا ایرو سالوجرا هیرشا روسیه جبو سر اوکراینی و ایران و ولاد بو که یکم ولاد بو که دراستی دا پشتگی سیاسی دا هیرشا دا جلگرانه روسیه جبو اوکراینی و او یتیج بو سبب وحیده که دنیا دجی ایران دا حلوسته بگیرین او حلوسته هم آستی جشتی هم اروپا دا بینن هم جیل نتوی جیت دا بینن بروی که شورش بگاوه هم دکارم بیجن با آوه که پاسیو بربت پیش لچشید ده اوه وقت بیجن پولن بن راجونه يعني پول بن راجونه که وقتی دماتید از باورم به هیزوتینه که مازنتر به شورش درکه و هولی داشت. بله دکتر مجید اگر تو بهتر زانیارن درباره روشا گرتیان دزندان رژیم ایرانی ده بدمه و تنها چند کس دبن اشکنجه ده دزندان رژیم ایرانی ده جان خوش دستانه مقابل چه ستاتو یا بیشتر چه هجمار به جوانی در نکرد نداره که ایران هجمار زندانی را نده این وقتی خویا کردن زیاده 18,000 انسان هات نگرفتن هندک جوانه هات نبردن چند کسی که وقت بیشتر به فرمان رهبر کمار اسلامی ایرانی لی هجمار کسی که زندانی داره هجمار کسی که زندان دارن اشکنجات کشتن نخویا دبر که سخت زور لسر خطیه که خطیه بحث کشتی خونه دارن خد نشیدن تازیان بگیرن آن مراسم خواستگاریان جبجیت برویتی مقابل او هجماره جلب زحمت بفایده کنه. بله دکتر مجید لگوری زانیرن به دست رباز نیوز کتنه که جسبات 2022 حتی وکنها 12 مامستین زمان کردی جالی رژیم ایرانی و هات نگرتن ارمانج وی که چیه بریس مجید؟ تزانه دولت ایرانی سالانه جبو بودجه هر یعنی جشکلنا زمانی فارسی دا لسال 2019 پیوه و هر کلمه که هر پیوه که ایرانی 11 میلیون تومان ایرانی دا ده هم بردا او ماموستان کرد و بدلی خواه یعنی سر حساب خود دخوازن آریکاریا خوندکاری کرد کن آریکاریا ظاهری کرد کن درسی کن تین جبتن به سبب اوی که تانا حراشی دیتن سر یکیتی خاک ایرانی اول جرک لآسیمیلاسیون خطی کرده جرک محاندن خطی کرده جبو که زمان کردی شاندا کردی و نتوا کرد نهیجه شدن بلکه زمان ناسنامه نتواییه او دخوازن بوی شوی دا ناسنامه نتوا کرد پاکتن. بله درباره هلوستن جواک ناف دولتی ام زانن کو هجمارک جالی ناف دولتی هجمارک سزا لسر رژیم ایرانی جبر رفتار نوی لبرانبری گل ایرانی هر وها روشالات کردستانی تو چوا ویکد نرخین هلوستن عالی ناف دولتی گلو هلوست جواک ناف دولتی بگشتی دوی اصلا پیوسته یا جنا دخوازم شيء بجم ایرانی ده گل ایرانی نه ما گلین ایرانی هنا يعني مثلا تبين ایرانی هنا نتوا ایرانی از هیویدارم اول مدیان کردی دا بین سر راستین دبر که شاشه مزنه که خاص مایل باشوری که بکارانی او امبارگو او سزاین که سازی نانتوی لسر ایران سپاندنه
مخابن بقوله او جنايات الحكومه الاسلاميه ايراني كانت دائما لاول تشتكي لنبونا شيتلا دبركو لوان چند سال در باز بوده یعنی لوان چند سال در باز بوده حکومت اسلامی ایرانی هرتم دریا بارم تجربه دریا زخم ترساندن جواکان آنتوی دا خواستی که جواکان آنتوی بترسد لی ویداوی دا دبرکو حکومت اسلامی ایرانی خاص مای بشیویت اکتیو پشتیبانی روسیه که خاص مای او درون و موشک بالستیک دان روسیه جواکان آنتویش تیجهش که خطر ایرانی ده خطر تنی مثلا اتومینی خطر جلک مزنتل مثلا بپاسکردن ما فی مروه بلکه او دکاریتن تهدیدی تی مزن لسر همو آسایش آنتویش. دکتر مجید دیناری نتاده چه باشه ورکرن دکو افخو پیشاندان بسر بکوین و بکیجن مافین خوا. یکم دوسته که جواکان آنتوی دبیا پشتیبانی سیاسی لخواست نتوین جلی نتوین ایرانی بیترن یا دی جواب که بگمان دبیا برای دموکراتیک لحظه سیاسی و جلن نتوین ایرانی بیت پیکانین جبو که پیشروج دبو خلق ایرانی بی خویاترن و دیال بیجی هندی کومارا اسلامی ایرانی لآسی نانتوی بیت هریک خستن و مشروعیت سیاسی و یاسایی جی برگردن از بار مشورشن جلن ایرانی ویستر کوید و اودی راحتی که بدت خاص مای جلن عراق و حریم و کردستانیش. چالکوان سیاسی دکتر مجید هاکی گلک سپاس.